یک درخت گیلاس، یه درخت سیب، دیدید تا زمانی که اون سیب و گیلاس با اون بندش وصل به درخت، تمام هستی در جهت رشد اوست. آفتاب بهش ویتامین میده، خاک او رو رویاند، آب تقویتش میکنه، همه در جهت رشد دهی او هستند. اما به محض اینکه این بند جدا میشه، همه شرایط بر علیه او میشه. آفتاب او رو پلاسیده میکنه، آب او رو میپوسونه، باد او رو پژمرده میکنه، همه چیز از بینش میبره. همون چیزهایی که تا دیشب همین بند وصل بوده او رو رشد میدادن، همه الان بر علیه او شدن. بنده یعنی چی؟ یعنی همون بند بودن. تا زمانی که این بند وصل باشه به الله، همه چیز در مسیر رشدهی ماست. همه چیز این جوان رو رشد میده، حالش رو خوب میکنه، حتی غم نمیتواند او رو از پای در بیارد، حتی موت نمیتواند او رو بلرزاند.